و دستگاه مغز هم میگن، برگشت میگن، برآمدن میگن، تکامل میگن. تکامل که اصلا واژه درستی نیست، چه معادل درستی نیست آقای دکتر نظری؟ تکامل بله، فرگشت یا برآمدن. بله. خب ما در خدمتیم. تکامل مغز یا فرگشت مغز یا برآمدن مغز. زندگی و حیات نه نیازمند به مغز هستند نه نیازمند به خورشید. درست. نیازمند خورشید هم نیستن؟ نه، زندگی نیازمند به خورشید نیست. فتوسنتز نیازمند به خورشید هست. به خاطر اینکه شما بتونید انرژی تولید بکنید با کمک گرفتن از نور خورشید. اما در اعماق اقیانوس‌ها وقتی که برگردیم به 4 میلیارد سال پیش، در دل تاریکی، چون در عمق اقیانوس‌ها به هیچ عنوان نور خورشید وجود نداره. نور خورشید تا 100 متر در اقیانوس‌ها نفوذ میکنه. بنابراین هنوز امکان فتوسنتز هست. شاید 200 متر، شاید 300 متر در بعضی جاها. اما وقتی که ما صحبت از 8000 متر، 9000 متر میکنیم، به هیچ عنوان نور خورشید به اونجا نمیرسه و حیات از اونجا شروع شده. چون در دل اقیانوس‌ها، در قعر اقیانوس‌ها شما آتش فشان دارید، حرارت دارید و شما یک مایع دارید. حیات در چه صورت به وجود میاد؟ از اتم‌ها. در صورت یک مایع هم داشته باشید. این مایع، نقش این مایع رو به آب دادند روی کره زمین. شاید در کرات دیگه مایعات دیگه این نقش رو بازی کنند، اما در کره زمین این نقش رو آب بازی کرده. در آب هست که اتم‌ها به سوی هم شناور میشن. در آب هست که اتم‌ها امکان ترکیب با هم رو پیدا میکنند و در قعر اقیانوس‌ها هست که شیموسنتز امکان وجود پیدا میکنه. یعنی ترکیب، فعل و انفعالات شیمیایی بدون حضور خورشید، بدون حضور نور خورشید، با کمک خود مواد شیمیایی. و به این ترتیب حیات در دل اقیانوس‌ها به وجود میاد که ما برمیگردیم به 4 میلیارد سال پیش. درخت مغز نداره اما زندگی داره. عروس دریایی مغز نداره اما حیات داره. صدف مغز نداره و صدها سال عمر میکنه. معده داره، قلب داره، دستگاه گوارش داره، دهان داره، اما مغز نداره و حیات داره و زندگی میکنه. مغز در انسان در یک مواردی پیشرفت کرده، در یک مواردی پس رفت و به همین دلیل هست که اِوولوشن به معنای تکامل یا بهتر شدن نیست، به معنای فرگشت هست یا دگرگون شدن هست یا متحول شدن هست. مغز در روی کره زمین با حرکت پا به پای هم پیش میرن. یعنی وقتی که ما مغز رو روی کره زمین میبینیم، اون روزی هست که حرکت رو هم میبینیم. حرکت نیازمند مغز هست. دوراندیشی هنوز روی کره زمین به وجود نیومده. همدردی هنوز روی کره زمین به وجود نیومده. احساسات، خلاقیت هنوز روی کره زمین به وجود نیومده، اما حرکت به وجود اومده. اینجاست که مغز روی کره زمین ظاهر میشه، برای اینکه اون حرکت رو بتونه باعث بشه. شما نیازمند به حرکت چشم هستید، حرکت زبان، حرکت دست، حرکت پا و هر چقدر که حرکت تخصصی تر میشه، مغز هم کاملتر و پیچیده تر میشه. اما وقتی که حرکت نیست، نیازی هم به مغز نیست. و حتی ما حیواناتی داریم که مغز دارند، اما در دوران آخر زندگی خودشون در یک جا مستقر میشن و تصمیم میگیرن دیگه حرکت نکنن. روزی که تصمیم میگیرن دیگه حرکت نکنن، مغز خودشون رو میخورن برای ایجاد انرژی و از اون روز به زندگی خودشون بدون مغز ادامه میدن. یعنی بنابراین وجود حرکت الزامی و وجود حرکت یعنی وجود مغز، و هر وقت که حرکت تبدیل به امر ساکن میشه، به سکون میرسه، مغز از کار افتاده. نیازی به مغز نیست. نیازی به مغز. نه، شما فقط با
سیستم عصبی میتونید اون کار رو انجام بدید. صدف چه کار میکنه؟ صدف میدونه غذا کجاست، نه از طریق مغزش، چون مغز نداره. ولی حرکت که میکنه یا نمیکنه حرکت؟ نه به اون صورت. یعنی ساکنه. اولین موجودی که ما روی کره زمین میبینیم که یک چیزی شبیه به مغز انسان داره که پدر بزرگ همه ما هست، کرم هست. کرم اولین موجودی هست که اون مغزی رو داره که در آینده تبدیل میشه به مغزهای پیچیده تر که هنوز هم روی کره زمین به حیات خودش ادامه میده. اما کرم رو هم اگر شما مغزش رو قطع بکنید به حیات خودش ادامه میده. نمیمیره؟ نه. شما یک کرم رو نصف بکنید به حیات خودش ادامه میده، زنده است. درست. اما مغز نداره. بدون مغز به حیات خودش ادامه میده. و ما در قعر اقیانوس‌ها حیوانات زیادی داریم که وقتی که ساکن میشن خودشون مغز خودشون رو از بین میبرند، ولی به حیات خودشون ادامه میدن. بعدن روی کره زمین همدردی، عاطفه، خلاقیت، عشق، انضباط، از خودگذشتگی، فداکاری ظاهر میشه. از طریق مغز؟ از طریق مغز. همه چیز در مغز هست. ببینید وقتی که ما از عاطفه صحبت میکنیم، از احساسات صحبت میکنیم، از فداکاری، از خلاقیت، همه در مغز هست که از روز اول نبوده ولی به تدریج پیدا شده. ربطی به انسان نداره. عشق روی کره زمین قبل از ورود انسان وجود داشته. انضباط قبل از ورود انسان وجود داشته. انسان 200,000 سال پیش، انسان مدرن روی کره زمین ظاهر میشه. حدود چند میلیون سال پیش اجداد ما، اونهایی که بعدها ما رو به وجود میارن، اما انسان مدرن نه، مثل هومو ابیلیس، هومو ارکتوس، اونها مغزهای کوچکتری دارن. و خب مغز در یک زمینه‌های پیشرفت میکنه، مثل حرکت. شما امروز قادر هستید از طریق یک کامپیوتر مثل IBM بزرگترین شطرنج بازها رو شکست بدید. شما امروز قادر هستید با کمک گرفتن از کامپیوتر، اونهایی که حافظه خیلی خوبی دارن، یک کامپیوتر اونها رو راحت شکست میده. اما شما غیر ممکنه یک کامپیوتر پیدا بکنید که قادر باشه بند کفش شما رو گره بزنه. درست. شما الان کامپیوتری دارید که در ظرف 1,000,000 ثانیه، از اون هم کوتاه‌تر، میلیون ها اطلاعات رو برای شما تجزیه و تحلیل میکنه که بزرگترین دانشمندان ما قادر نیستن. مغز انسان قادر نیست. اما شما هیچ کامپیوتر رو پیدا نمی کنید که قادر باشه در رو برای شما باز کنه و ببنده، یا قادر باشه با یک قاشق غذا رو از توی بشقاب برداره بگذاره توی دهنش، اگر یک آدم آهنی باشه. بنابراین ارجحیت انسان نسبت به کامپیوتر در چی هست؟ در حرکت هست، که حرکت چشم هست، حرکت زبان هست، که انجامش در انسان ایجاد زبان هست. اما زبان نخستین وسیله ارتباط روی کره زمین نیست. نخستین وسیله ارتباط روی کره زمین حرکت و بعد نور هست. در عمق اقیانوس‌ها که تاریکی هست، درست. حیوانات از طریق نور با هم صحبت میکنند. یک مولکول هست به اسم لوسیفره. این اکسیده میشه و از خودش نور سرد آزاد میکنه به رنگ‌های مختلف، و این حیوانات با این رنگ‌های گوناگون با هم تماس‌های گوناگون میگیرند، ارتباط‌های مختلف با هم میگیرند. بنابراین حرکت یعنی مغز. اما مغز بایستی تصمیم بگیره. شما چطور تصمیم میگیرید که وقتی که دارید قدم میزنید پاتون درست بخوره به سطح زمین؟ چون اگر کوچکترین اشتباهی بکنید میخورید زمین. شما وقتی که میخواید در رو باز بکنید، این حرکت به قدری پیچیده هست اما مغز شما مرتب این تصمیم ها رو درست انجام میده. شما یک بازیکن بسکتبال هستید، از فاصله فرض کنید 30 فوتی توپ رو شوت میکنید بدون که برخورد بکنه به حلقه فلزی، وارد حلقه میشه، با اون دقت وارد میشه. مغز مرتب در حال تجزیه و تحلیل هست برای ارضا کردن اون حرکت. و حرکت یعنی چی؟ یعنی انقباض ماهیچه ها. و اینطور هست که در مورد انسان در این زمینه از همه بیشتر پیشرفت کرده، ولی در زمینه‌های دیگه نه. ببینید مثلا در مورد وضع حمل، مغز انسان 3 برابر بزرگتر شده نسبت به مغز فرض کنید
اونهایی که شبه انسان هستن در 2 میلیون سال پیش، اما بدن زن اون تغییر لازم رو پیدا نکرده. به خاطر همین وضع هم برای مادر خطرناک هست امروز، هم برای نوزاد خطرناک هست. یعنی اونا ساده تر وضع حمل میکردن، خیلی راحت تر. اون زمان اجداد ما خیلی راحت تر وضع حمل میکردند، چون قسمت اصلی رشد مغز انجام شده در زمانی که بچه در شکم مادرش هست و وقتی که به دنیا میاد اون وضع هم بسیار مشکل هست. بنابراین در این زمینه عقبگرد کرده انسان. یا فرض کنید در مورد پرواز، انسان قادر به پرواز نیست. انسان روی کمر خودش وایساده، صاف راه میره، به خاطر اینکه نیازمند هست که مرتب همه جا رو خوب ببینه، حرکت بکنه. اما این حرکت، این دقت در حرکت، این تخصصی شدن حرکت باعث میشه که انسان بیشتر و بیشتر به فکر کردن رو بیاره و خداحافظی بکنه با پرش، پرواز. نیازمند به اونها نبوده و حتی شکار. به خاطر همین هم هست که دندانهای انسان گوشتخوار نیستن. انسان گوشتخوار زاده نشده. باستی غذا رو بپزه تا بخوره، یا غذاهای نرم باستی انسان استفاده بکنه. اما خب وقتی که انسان بلند میشه، صاف میشه، چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسان، اکثر انسانها، 80% از انسانها کمردرد داره. بنابراین همونطور که خود شما گفتید، تکامل به معنی پیشرفت نیست، به معنای دگرگونی هست. مثلا کمر انسان خودش غلط هست، اما چون به مرور زمان انسان صافتر و صافتر شده با استفاده از همون ستون فقرات اجداد خودش که روی 4 دست و پا راه میرفتن. اما وقتی این 2 دست اومده بالا و انسان عمودی شده، نتیجه چی هست؟ این فشار سنگین روی همون ستون فقرات که پایین‌تر هستن سوار میشه. شما کمتر کسی رو میبینید که درد کمر نداشته باشه. نمونه دیگهش فرض کنید دندان عقل هست. شما کمتر کسی رو میبینید که از دندان عقلش گله نکنه، یا جا ندارن یا زدن دندونهای دیگر رو صدمه زدن و احتمالاً در آینده از بین خواهد رفت، به خاطر اینکه دندانهای انسان کوچکتر و کوچکتر شده، اما حرکت پیچیده تر و پیچیده تر شده. و باستی یادمون باشه که بستن بند کفش یک حرکت بسیار پیچیده هست، بسیار پیچیده هست. وقتی یک گربه پرش میکنه و این گربه دقیقاً میپره روی میز، به قدری این حرکت پیچیده هست، به قدری فرمولهای ریاضی وارد کار میشن و به مغز این گربه اطلاعات رو میرسونن، هم از طریق اطلاعات زنده، هم از طریق خاطرات، و نتیجه اون یک تصمیم هست. تصمیم رو اون گربه اجرا میکنه در کمال دقت و روی اون میز فرود میاد. همینطور وقتی که یک مرغ دریایی از اون بالا یک ماهی رو زیر آب میبینه، ماهی فرض کنید در عمق 5 فوتی هست، از ارتفاع 200 فوتی شیرجه میزنه، با سرعت میاد پایین، تمام اطلاعات رو داره تجزیه و تحلیل میکنه، اما کافی نیست. بایستی از ریاضیاتی استفاده کنید که ما به اون میگیم بیس statistics، برای اینکه مغز مرتب در حال پیش بینی کردن هست تا بتونه قدم رو کجا بگذاره، کجای آب شیرجه بزنه، چه موقع جلوی پرواز خودش رو بگیره و شروع کنه به شنا کردن. تمام این تصمیمات بایستی بلافاصله انجام بشه. و هر چقدر که شما در یک موجود روی کره زمین حرکت رو بیشتر میبینید، اون حرکت پیچیده تر و دقیق تر هست، مغز هم پیشرفت بیشتری کرده، اما جسم همجوری مونده یا عقب گرد کرده. کاملا. خیلی تشکر، بسیار فوق العاده. مرغ دریایی شکار ماهی از 200 متری گفتید ها؟ دقیقاً شکار میکنه و وقتی که از آب میاد بیرون خیس نیست، چون بدن این حیوان روغن ترشح میکنه و این روغن باعث میشه که بدون که خیس باشه از آب بیاد بیرون، با همون وزن بتونه به پرواز خودش ادامه بده. فکر کنید بره برای شکار موفق نشه، ناراحت با زنگ بزن رادیو همراه با دکتر هولاکویی صحبت کنه. و ببینید در مورد انضباط پنگوئن، در مورد فداکاری شیر دریایی، اسب، در مورد وفاداری سگ، در مورد عشق پرندگان. یاد باشه راجع به این موضوع صحبت بکنیم. همین الانم تشکر میکنم از همه شما. دکتر نظری خیلی سپاسگزار. خانم